بچه سلام، به ویدیوی دوم از سری ویدیوهای افسردگی خوش اومدین. توی ویدیوهای قبلی یعنی توی قسمت اول راجع به اون 3 فاکتور مهم توی ابتلا به افسردگی صحبت کردیم و یک مقدمه‌ای رو از تجربیات خودم از افسردگی گفتم و حالا توی ویدیوی دوم میخوام برم سراغ تروماهای کودکی و کلا محیطی که میتونه روی افسردگی تاثیر داشته باشه و البته میگم باز تاکید میکنم که تمام اینها تجربیات خود منه، میتونه برای کسی صدق بکنه واسه اون یکی نکنه. هر جاشو که قبول نداشتین و فهم کردین که به دردتون نمیخوره رو اسکیپ بکنید و باز هم برای بار دوم دارم تاکید میکنم که اینا تک تکشون تجربه های خود منه و امیدوارم که اصلا به دردتون نخوره. امیدوارم که اصلا این حس ها رو تجربه نکرده باشین و نکنین، ولی میدونم که خیلی ها این احساس رو تجربه میکنن، مخصوصا به خاطر شرایطی که خب توش هستیم و خب این خیلی چیز عادیه، خیلی اوکیه، اصلا اشکالی نداره اگر این احساس رو تجربه میکنید و حس میکنید که انگیزه ندارید، مثل قبل نیستین یا حتی هیچ وقت اونقدر که باید و شاید پر انگیزه، شاد و فلان نبودین و فکر میکنید که آره افسردگی نه. باز میخوام تاکید بکنم، همونطور که توی ویدیو قبلی هم تاکید کردم، افسردگی فقط این نیست که گوشه تخت بیفتی و بعد اطرافیان بهت بگن چته، پاشو نمیدونم خودت درست بکن، خودت جمع بکن، پاشو با دوستات برو بیرون، تو که چیزی کم نداری فلان. برین اگر سیدیای من دکتر هولکویی رو خیلی قبول دارم، من باهاشون ارتباط میگیرم، شما با هر دکتر دیگه، دکتر آدم تحصیل کرده و متخصص دیگه که ارتباط میگیرین، برین حرف اونا رو گوش کنید. ولی چیزی که توی همشون مشترکه اینه که برای تشخیص افسردگی باید فاکتورهای مختلفی وجود داشته باشه و برای یک دوره زمانی نسبتاً طولانی یعنی شاید بیشتر از 3 هفته، مثلا به گفته دکتر حدوداً 3 هفته و به طور مداوم طول کشیده باشه تا بتونین اسم افسردگی رو روش بذارید. ولی هر چی که هست، ما میخوایم راجع به اون مفهوم عامیانه احساس غم صحبت بکنیم که احتمالاً خیلی همون تجربهش میکنیم. چیزی که توی این مورد خیلی به من کمک کرد و خیلی طول کشید که از این مرحله خارج بشم این بود که توی افکارم غرق می شدم. یعنی نمیتونستم تشخیص بدم که من الان دقیقاً از چی ناراحتم. چیزی که وجود داره اینه که ببینید احساس افسردگی با احساس عصبانیت و خشم آنی و لحظه‌ای متفاوته. شما توی یک خشم لحظه‌ای و آنی میدونید که مثلا همین الان یا دیروز یا مثلا طی یک مدت زمانی نسبتا نزدیک و کوتاهی یک اتفاقی افتاده و یک چیزی تریگر کرده اون احساس خشم رو تو وجود شما و شما اون دلیل رو میدونید. من با اونش کار ندارم، مثلا با کسی دعواتون شده، یک رابطه ناموفق داشتین، مثلا چونم رابطه عاطفی، کاری، اصلا هر چیزی، با کسی بحثتون شده، تصادفی داشتین، بیماری، هر چیز دیگه. میخوام بگم من کاری با اون قسمت که میدونید دقیقاً چتونه ندارم. اون که میدونید چتونه راه حلش هم میتونید بریم پیدا بکنید. رابطتون اگه مثلا خراب شده که خب اون درمان خودشو داره، اون به هر حال تریتمنت خودشو داره. مثلا اگه رابطه کاری به شکست خورده، باز اون روالش متفاوته. من اصلا کاری به اون قسمت ندارم. من توی احساسی غوطه‌ور بودم که نمیدونستم از چی ناراحتم، نمیدونستم که دقیقاً چیه که داره ناراحتم میکنه. اگر میگفتن بیا بشین آره بدبختی زندگی تو بگو ببینیم کی بدبخت در مسابقه، کی بدبخت در بذاریم، آره من خیلی چیزا داشتم برای تعریف کردن. ولی چیزی که در برایند این موضوع مشترکه اینه که اکثرا نمیدونن که کدوم عامل باعثش شده. شاید بتونن چیزای مختلفی رو نام ببرن، مثلا بگن آره وقتی که بچه بودم مثلا پدر مادرم جدا شدن، مثلا پدرم من فوت کرده بود و این فوت یعنی دیدن یک مرگ و یک سوگواری تو یک سن پایین واسه جامعه‌ای که اصلا آموزش ندیده که چطور با سوگ برخورد بکنه و من آسیب زد. هیچ اشکالی هم نداره، من کاملا با این
اتفاقها همشون کاملا الاین هستم، همه رو پذیرفتم و حالا میگم چطور و چقدر طول کشید که به این مراحل برسم. همونطور که تو ویدیو اول گفتم مطمئناً طی 1-2 تا ویدیو نمی گنجه و نمیدونم، خودم حس میکنم بیشتر از 5 تا ویدیو نیاز داشته باشه. هرچی که هست میخوام بگم که وقتی توی اون احساس بودم که چمه، من دقیقاً چمه، شما یک کاغذی رو تصور بکنید که خطهای مختلفی و گره های مختلفی توش کشیده شده و شما اصلا سر و ته این رو نمیتونید پیدا کنید که این رو باز بکنید. و شما یک عکسی رو من دیده بودم، حالا نمیدونم میتونم براتون بذارم یا نه، ولی مثلا یه آدمی رو کشیده بود که سرش پر از این خطهای تو در تو و در هم بر هم بود که این دقیقاً یک وقتایی ساده ترین مثال برای بیان این که ما دقیقاً چه احساس و چه فشاری رو داریم توی سرمون تجربه میکنیم همینه که پر از خطای در هم بر هم و موضوعاتی که هی داره میره میاد و شما نمیتونین جلوش رو بگیرین، نمیتونید پسش بزنید، نمیتونید سر و تهش رو پیدا کنید و بگیرین و صافش بکنید. هیچ کاری نمیشه با این احساس کرد. من ازتون میخوام که توی این احساس غرق نشید، وارد این موج نشین، یعنی نذارید این موج شما رو با خودش سوار بکنه. ببخشید، نذارید این موج خودش سوار بر شما بشه یا شما رو باهاش یعنی شما رو با خودش همراه بکنه. چیزی که اینجا شما نیاز دارین و خود من نیاز داشتم این بود که یک دوره از زندگی رو توی یک سکوت و سکون کامل گذروندم. یعنی اگر میتونید 1 هفته تمام، مثلا اگر بچه دارین بچه ها رو بذارین به کسی بسپرید، اگر دانش آموزین، محسن، اصلا هر چیزی که هستین، برای 1 هفته اگر میتونید یک کاری رو، حداقل 1 هفته، من فکر نمی کنم 1 هفته جواب بده، واسه من که 1 هفته جواب نداد، بیشتر طول کشید 3 هفته. یعنی اون دوران اوجی که کاملا در تنهایی و انزوای خودم به سر بردم و زندگی از اونجا برام یک تغییر خیلی بزرگ اتفاق افتاد، 3 هفته تقریبا یا 1 ماه شد. من به خاطر شرایط زندگی که داشتم و لایف استایلی که داشتم، خب من تنها زندگی میکنم، یعنی جدای از خانواده زندگی میکنم، به خاطر اینکه محل تحصیلم، تحصیل دانشگاهم متفاوت بود با خانه پدری و چی میگم قاطی کردم، آره دیگه، هم خونه خودم متفاوت بود. خلاصه که من تو خونه خودم بودم، تو دوران کووید هم بود و اون دورانی بود که من دانشگاه هم نمی رفتم به خاطر اینکه اون پروژه ریسرچی که داشتم به هر حال یه شرایطی براش پیش اومده بود که تو ویدیوهای بعدی مربوط به ریسرچ و مقاله نویسی راجبش توضیح میدم که به هر حال من یک دوره‌ای رو نمیتونستم برم، یعنی کاری نداشتم، کار خوابیده بود و من هیچ بهونه‌ای واسه بیرون رفتن از خونه نداشتم. اون موقع دوستای زیادی هم نداشتم. بازم میگم توضیحات مربوط به این دوره از زندگی که من زیستش کردم و زندگیش کردم مربوط به این ویدیو نیست، ولی میخوام بگم شرایطی برای من پیش اومد که من تونستم 1 ماه تمام تنها باشم. اصلا شرایط جالبی نبود راستش، کار خاصی نمی کردم، لنگ ظهر بیدار می شدم، ناشتای کیک و قهوه می خوردم و همینطوری تا شب توی اینستاگرام و یوتیوب می چرخیدم، دست و دلم به کاری نمی رفت. بعد یک دفعه پر انرژی می شدم که پاشو از امروز زندگی رو تغییر میدی فلان. خب شدم مثلا موامشونه می کردم، خونه رو که مرتب می کردم که بشینم پشت میز و پشت میز می نشستم و همطوری فستم می خوابید. اینطور بودم که من حال هیچ کاری رو ندارم، نمیتونم تمرکز کنم، نمیدونم چرا باید تمرکز کنم، اصلا از کجا اومدم، به کجا میروم، نه اومدنم بهر چه بود و فلان و همینطوری مات بودم. بعد نهایتا مثلا میتونستم یه 20 دقیقه درس بخونم، زبان بخونم و بعد میافتادم دوباره رو تخت. نهار شامم عملا واقعا چیز خاصی نمیخوردم، انقدر من لاغر شده بودم، چون این پتانسیل رو هم دارم که وقتی ناراحتم چیزی نخورم و مدام بخوابم. خلاصه که با یه نودل و حله حوله و مثلا نهایتا
در طول روز شد یک وعده غذای اصلا خیلی بی‌کیفیتی میخوردم، فقط در این حد که اون احساس سیری رو در واقع اون احساس گشنگی اذیتم نکنه. و هی همطور تا شب یوتیوب این ور اون ور خواب و این سیکل مدام ادامه داشت که آره از فردا پا میشم، از فردا میتره کنم، از فردا فلان، و نمیشد و هی نمیشد. بعد کم کم شروع کردم ویدیوی دکتر هولاکویی رو گوش دادن راجع به این که خب الان چه غلطی بکنم. یعنی من توی یک حالی بودم که یکی به من بگه من چه غلطی بکنم. حالا اصلا آقا من پذیرفتم، آره من افسردم، من تمام اتفاقایی که واسم افتاده نیفتاده هرچی همه اینا رو قبول، الان من چه غلطی بکنم اینو یکی به من بگه. یعنی بعد از اون دوره انکار طولانی مدت طی سالها به خاطر تروماهای کودکی و حالا مثلا شرایطی که داشتم و حالا اصلا هر چیز دیگه، به خاطر شرایط جغرافیایی و هر چیز دیگه که مدام انکارش میکردم، به هر حال به یک مرحله رسیدم که یکی به من بگه من چه غلطی بکنم. بعد کم کم شروع کردم ویدیوهای دکتر هولاکویی رو گوش دادم. من خب خیلی ارتباط گرفتم. میتونید شما ارتباط نگیرین، ویدیوهای مختلف رو سرچ بکنید اگه زبانتون خوبه. اتفاقا یه نکته خیلی خوبی که من طی این دوره با یوتیوبرهای خارجی آشنا شدم و واسم جالب بود این بود که هیچ ترسی از این که با صورت گریون مثلا بیان جلوی ویدیو صحبت بکنن ندارن. خیلی راحت خودشون رو میپذیرن و اونقدرم هیت نمیگیرن اتفاقا، در حالی که منی که الان مثلا یوتیوبم خیلی لو لول و مثلا در حد 120 تا سابسکرایبر دارم. مثلا یه شورت یادم چند وقت پیش گذاشتم، از اون دوره بود که یه اتفاق خاصی تو زندگی من افتاده بود که خب تو سوشال مدیا و اینا نگفتم، ولی خب حالم خوب نبود، مقطعی بود، حالم خوب نبود، ولی خب چون کم کم یاد گرفته بودم که با وجود حال بد همچنان به زندگی ادامه بدم و روزمرگی هام رو داشته باشم و خب به طب ویدیو هم گرفتم. بعد چند نفر اومدن کامنت گذاشتن که آره حال بد اصلا کسی که حالش بد باشه که ویدیو نمیگه. این همه آدم هستن که سر کار میرن تو جمع دوستانه میگن و میخندن و حالشون بده. پس اینا کیان؟ شما نمیدونید، به خاطر اینکه ما عادت کردیم از رو ظاهر قضاوت میکنیم آدما رو. کاری به این نداریم. میخواستم بگم که طی این دوره من با یوتیوبرهای آشنا شدم که دیدم چقدر راحت میان اکسپوز میکنن خودشونو، چقدر راحت میگن که حالشون بده. حتی گاهن خیلیشون بودن که از اتفاقاتی که واسهشون افتاد مثلا بهشون تجاوز شده بوده یا ریلیشنشیپ های خیلی در به داغونی داشتن، اونا رو هم حتی میگفتن. و بعد من دیدم اوکی پس این اصلا موضوع اصلا اشکالی نداره اگر من حالم اینقدر بده. خیلی دیگه هستن که اتفاقایی که واسهشون افتاده خیلی هم بدتره واسهشون، اونا هم حالشون بده. یه سری دیگه هستن اتفاقا خیلی از من زندگی بهتری دارن و اونا هم حالشون بده، پس اشکالی نداره. نشستم تجربیات اونا رو گوش دادم که ببینم اونا چی کار میکنن. بارها دیدم که اوکی اینا هم سعی کردن که اون روتینشون رو بشکنن، کم کم از اون حال بیان بیرون، نتونستن، هی تلاش کردن هی نتونستن، تراپی رفتن، تراپی چه چیزایی یاد گرفتن و اینها رو گوش دادم و کم کم چیزی که یاد گرفتم این بود که چطور احساساتم رو ترجمه بکنم. یعنی یه مطالعه انجام شده بود که نشون میداد بچه‌های کوچیک که مثلا حدود 5-6 سال رو مورد مطالعه قرار داده بودن، بچه‌هایی که از دایره کلمات گسترده تری برای بیان احساساتشون استفاده می‌کردن هوش بالاتری هم داشتن. و حالا یک مطالعه طولانی مدت بود که نشون داده بود که اتفاقا تو بزرگسالی اینا چیزایی عملکرد بهتری هم داشتن تو ابعاد مختلف زندگیشون. و این یه نکته رو به ما یاد میده و اونم اینه که برای بیان احساسات مختلف کلمات متفاوت‌تری رو به کار ببریم. مثلا فرض کنیم بیاین از کلمه درد استفاده بکنیم. ببینید الان وقتی مثلا یک چیزی میخوره به دست من، این هم برام دردناکه. وقتی از درون ناراحتم یا پام درد میکنه، درد درونی دارم، اونم میگم درد میکنه.
و میدونی کلا برای یه سری کلمات، یه سری احساس هایی که خیلی همپوشانی زیادی با هم دارن، مثل خشم، مثل عصبانیت، مثل افسرده بودن، مثل چیزای اینطوری، کلماتش رو بیاین متفاوت کنیم، به خاطر اینکه کلمات متفاوتی رو که استفاده بکنین میفهم. خلاصه این مثالی که زدم و در واقع نتیجه گیری از این مثالی که زدم این بود که وقتی ما بتونیم بیانای مختلفی رو و کلمات مختلفی رو برای بیان احساسات مختلفی که تجربه میکنیم داشته باشیم، راه حل هایی هم که برای هر کدوم پیدا میکنیم متفاوته. بهتر وقتی شما یک احساس خشم و ناراحتی دارین که مثلا حاصل یک جر و بحث کوتاه مدت با یک فرد مثلا رهگذره، خیلی متفاوت از اون خشم سالانه‌ایه که مثلا تیتر ماهای کودکی باهاش دست و پنجه نرم کردین. میدونین راه حل ها اینها با هم دیگه متفاوته. مثل اینه که برای سردرد میگرنی یا سردرد حاصل از تروما یا چیزای دیگه یک درمان رو پیش بگیری. درمان اینا با هم متفاوته. درسته شاید کلیت حسی که با آدم میده سردرد باشه، ولی این سردرده نتیجه علتهای مختلفیه. پس میخوام بگم که وقتی میرین توی یک حالت سکون و سکوت و ذهنتون رو از اون آشفتگی و اون در هم بر همی که توی این بالا هست خارج میکنید، این سر و ته این موضوع رو میتونید پیدا بکنید و آروم آروم بکشین و بفهمین که از کجا شروع شده و طی این مسیر پیش در پیچ الان به کجا ختم شده. پیشنهادم بهتون اینه که سعی بکنید کلمات مختلف پیدا بکنید و توی یک دفتر صرفا اون کلمات رو بنویسید. مثلا بنویسید خشم، بعد بپرسید خشم حاصل از چی؟ چه فرقی با عصبانیت داره؟ اگه کسی الان تو خیابون باتون بحث میکردم همین احساس رو داشتین، الان دقیقاً چه احساسی رو تجربه میکنید؟ این احساس رو چطور میتونید برای یک کس دیگه طوری بیان بکنید که اون هم دقیقاً اون احساس و اون تجربه رو داشته باشه و توی ذهنش شکل بگیره که شما دارین حسش میکنید. توی ویدیو بعدی راجع به این موضوع صحبت میکنیم، ولی برای اینکه این خیلی هم خالی از لطف نباشه، یعنی یکم کامل تر بشه، اینو میخوام بهتون بگم. یک توصیف درست از یک احساس، از یک هدف یا از هر چیز دیگه‌ای دقیقاً اینطور میمونه که من بذارین اینطور بگم با یک مثال. میخواستم کیفم بیارم، گفتم اول براتون توضیح بدم بعد بیارمش که تفاوت ذهنیت که توی شما شکل گرفته و اون چیزی که واقعیت هست رو ببینید. من دارم براتون یک کیف نسبتاً کوچیک در حد مثلا یک کف دست و یا کوچیکتر رو براتون توصیف میکنم که 3 طرفش زیپ داره، زیپش قهوه‌ای رنگه، خود بدنش قرمز مخمله ولی قرمزش تک رنگ نیست. یک طرح سنتی طور شبیه فرش داره که یک ترکیبی از رنگ‌های سبز، نارنجی، مشکی و قرمزه. خب این کیف اینه. ببینید من با چه دیتیلی براتون توضیح دادم. حالا میتونستم بگم یک کیف پول قرمز طرح، اصلا طرح فرش هم نمیگفتم، یا اصلا گفتم طرح فرش. چه فرق میکرد؟ الان شما فهمیدین که این کیف پول مثلا از 3 طرف باز میشه. مثلا جای کارت اصلا کیف پول نیست، کیف پولی نیست که اینجوری باز بشه و شما بتونید اینطور توش پول بذارین. پس استفاده این کیف متفاوت میشه با وقتی که همطوری یلخی توضیحش داده باشین. این حالا چون جور چشم بود و میز شلوغه براتون اینو مثال زدم، ولی خب این من تو ذهنم اینطور همه چی رو تحلیل میکنم. خواستم صرفا اون پوینت آف ویو رو بگیرین که توضیح دادن و بیان دقیق راجع به یک موضوعی چقدر میتونه نتیجه رو متفاوت بکنه. تو ویدیوی بعدی تو قسمت دوم راجع به این موضوع خیلی بیشتر صحبت میکنیم و امیدوارم که تا اینجا این 2 قسمت به دردتون خورده باشه. ببخشید حواسم پرت شد، خرگوشم داره اون کوچه موشا خرابکاری میکنه. خلاصه که امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه هر جایی که هستین. اگر خوب نیستین حالتون امیدوارم هر روز بهتر بشه
و خب زندگی همینه دیگه. امیدوارم به خودتون سخت نگیرید، به خودتون در تعادل و الاین باشین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.